به طور مثال میگم از همین محله بود 3 ماه زمستان نه که دیجا در منطقه ما و شما 4 ماه زمستان است. 4 ماه زمستان دوره تفسیر شروع بود. در 4 ماه زمستان 1 ساعت قرآن کریم همیجا آمد. بلکه زنی خدا گفت که کلکی نبسته کو که صدا نبیه. گوی تبلیغات هم کرد مانع دوره تفسیر میشد. دیگه بهانه را پیدا نمیکنه، میگه سیکو مسائل حیض و نفاس در لاسپیکر بیان میکنه. هیچی گپ است، این توهین ماست. کوشش کرده، تلاش کرده، ترجمه قرآن بند کرده. امروز تو مسلمان به نام جمعه قرآن برش میخوانی. او به قرآن عقیده داشت، او به قرآن احترام داشت، او به قرآن باور داشت. او قرآن نمیشناخت. امروز تو 10 جمعه در نامش کرده رایستی. خب ما از قرآن چی فایده را گرفتیم؟ قرآن برای چی آمده بود؟ در سر جنازش، در سر تابوت و چپرکتش رختی که کلمه آیت الکرسی نوشته بود، آیت کرسی نوشته بود، اوار نکده بودی؟ اگر من میالی برم اونجا غسل بکنم پاک صفا بیایم و امینجا امی چادر که آیت الکرسی نوشته است همینطور خو کنم و سر خود پرتم، یقین بکن که هر کدامتان داخل شوه 10 لغت مرا میزنه. چرا میزنه؟ به خاطر این سیکو توهین قرآن کرده. قرآن سری پای خود انداخته. این قرآن که سری مرده انداخته میشه سری پایش نیست. تو مسلمان حق قرآن کجا شناختی؟ قرآن چه قسم تعظیم کرده؟ بله ما قرآن شناختیم. چرا؟ اینطور نگو مولوی صاحب. دیقان استی روزی که خرمنی تانه مالیده راستی تانه بگویه، راشه گندم اوار میکنه، یک پالوان سنگم میاره، سپندم میاره، بوتگه کیشه، خب راش پیلم میمانه، قرآن هم سرش میمانه. چرا میمانه؟ جندا دانا را نبره، دانای گندم نبره. قرآن برای ازی آمده که از جندا دانای گندم میتونه حفاظت کنه. مادر در آشپزخانه طعام پخته کرده رایسته، تفلک خود در اتاق دیگه خوانده، قرآن کریم در بالای سرش مونده. چرا؟ تفلک نترسه. زمانی که سیل میاد سری خانه راستی تا نبگویه چی میکنیم ما؟ دویده در خانه قرآن میاریم در سیل میگیریم که سیل رخش دیگه طرف شود. در ایوری ما پشتی افتوگیر قرآن بسته است. قسم برش بدی به در ایور از روزی که اینمی را در اینجا بسته کردی تو را به الله قسم یک روزی را باز کردی تلاوت کردی؟ نه. چرا بسته کردی؟ تکر نکنم سواری پیدا شود. دروازه موتر که واز میکنه اول اینطور. ما حق قرآن کریم ادا کردیم. حق قرآن کریم چه قسم است؟ شاه و عروس توی میشه، توی روان است. در بالای سر بگیری. من چون آینه مصحف شما دیدیم، من تالی رو ندیده امام. بعد از او الکی یار از زیر قرآن کریم تیر کنیم. خب سوال بکنی از همین شاه و عروس که سوره نساء را میفهمن خواندن؟ الله که هدایت برنامه زندگی توی زنا شوهری را برشان بیان کرده میفهمه؟ لا اقل میفهمه که من چقدر حق به زن دارم از طلاق. این موضوعات به من در کابل خیلی زیاد میه. 3 طلاق که داده میشه علمای احناف خو فتوا میده که برو خلاص شو دلاله بکنی. او بیچاره مجبور میشه پیش ما میه. من برشان میگم که شما خونده بودی که شما والا مولوی صاحب قدر گپ نبود، یک کمی نزاع افتاد، یک گپ زدیم. باز من گفتم که 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق. حالی چی چاره است؟ تو چرا نمیفهمی؟ مسلمان هستی، با کتاب الله چرا نشیشی؟ چرا زن اینقدر حقیر میدانی؟ فقط سودای بازار است میتونی که با کلمات خود از خود دور بکنی. چرا نمیخوانی؟ این حالات ما مسلمان است. ما مسلمان از قرآن چی استفاده کردیم؟ اینی را اهداف قرآن کریم به نزد مردم میدانم، اما اهداف قرآن کریم به نزد الله. به نزد الله هدف قرآن کریم چیست؟ اول سوره فاتحه را که شما خودتان میخوانی و استاد مبشر براتان گفت که بزرگترین نعمت هدایت است. از همون خاطر در هر رکعت نماز هر کدام ما، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اهدنا الصراط المستقیم. خوی هدایت در کجاست؟ از کجا حاصل میشه؟ در کجا حاصل میشه؟ الله جواب براتان گفت، شما در ترجمه خوانده الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. مکمل برنامه هدایت راهیابی برای یک مسلمان، چه در بخش دنیا، چه در بخش آخرت، چه در بخش زندگیش است یا چه در بخش بعد از مرگش است، مکمل در کجا ذکر است؟
در کتاب الله. هدف نزول کتاب الله برای چی است؟ هدایت. ما اونجا بسیار حکمتای نزول قرآن بیان میکنم. امروز دوره براتون بیان کردم. مکمل پروگرام هدایت کتاب الله است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى. یه هدایت است برای کل مخلوق. یا ایها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم. موعظه است پروردگار براتون آمده. لیکن ما آیت خواندم آخر سوره ابراهیم. اصلی مقصد همیم که الله انبیاء علیهم السلام هم روان کرده. هذا بلاغ للناس. این کتاب الله رساننده پیام و احکام الله برای مخلوق الله است. ندای الله را، آواز الله را و کل مخلوق میرسانه.